گفتن از تو بخشش گناه میپرسیم خدایا و باز میگردیم به سوی تو پروردگارا. من الولادت الی الساعه، از زمان ما به دنیا آمدیم، به عالم ظلمات به عالم دنیا آمدیم، از همون زمان تا همین ساعت خدایا، یعنی برای گذشته ها و سهوها و خطاها و غفلت ها و بیاد خداها بودن ها، بیاد خدا. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیدن صحابگان کبار در حلقش که علی اهل الجنت علی اهل الجنت حسرت و ندامه، برای اهل جنت حسرت پشیمانی، ندامت پشیمانی و ناراحتی و ناخوشنودی هست؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم نعم، آره، برای اهل جنت پشیمانی حسرت ناراحتی در بهشت. گفتن در بهشت باشن، از عذاب و شکنجه و دوزخ آزاد باشن، در ناز نعیمی بهشت باشن، در صحبت انبیا و مرسلین شهدا و صالحین باشن، در تجلیات نور جمال الهی را که تنها جمال الهی را دیدن و دیدار حضرت خداوندی در بهشت جاویدان وعده شده است، در دار آخرت با آن مشرف باشن. برای آنها چه حسرت و پشیمانی و ندامت و نادانیگو. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند برای یک لحظه ای که در دنیا به یاد خدا گذرانیدن، برای یک لحظه ای که در دنیا به یاد خدا گذرانیدن. ما و شما برای خنکی، برای گرمی، برای گرسنگی، برای تشنگی، برای بی‌لباسی، برای غیر این، برای هزارها حاجت انسانی من شاید ده ها و صدها بار داد و فریاد و فیغان و فریاد و آواز بلند کنیم، لیکن برای یاد خدا. بعضی مفسرها گفتن در قرآن 100 آیت دعا آمده است، بعضی ها 40 ربنا در قرآن جمع کردند. برای چی این؟ همین طریق دعا و بندگی. حضرت خداوند جل جلاله حتی اینکه به زبان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بعضی احادیث گفتن که الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادت است. در بعضی حدیث ها رسول الله گفتن که الدعا عبادت، دعا خودش عبادت است، خودی دعا عبادت است، بندگی است خودی دعا. 40 ربنا همه دعا، بعضی به لفظ جمع، بعضی به لفظ مفرد، افرادی تنهایی، بعضی به لفظ جمعیت آمده برای تعلیم بندگان. طریق دعا حضرت خداوند در بعضی آیات فرمیده است استعیذ بالله ادعو الله تضرعا و خیفه. در بعضی آیات دیگر خداوند جل جلاله فرموده است استعیذ بالله ادعو الله تضرعا و خیفه. در بعضی آیات فرمیده است حضرت خداوند جل جلاله که ادعو الله تضرعا و خیفه. خفیه هم آمده است، خیفه هم آمده است. حضرت خداوند جل جلاله تعلیم خداوند دعا کنید پروردگارا با تضرع زاره و بیچارگی تکی دعا کنید، در دعا کردن به حالت شوی، دگرگونی در جسد و روحتان پیدا شود، در زبان و چشم و دیدتان و شنیدتان و دست و پا و پنجه و جنبش و جسد و روحتان دگرگونی پیدا شود. تضرع بعض یا عامه فهم کردن که یا آدم وقتی که تکی دار میبرن برای کشتن، خب با قصاص، خب با چیزی در گردنش قتل واجب شده است، همون آدم از پادشاه یا عوف کننده همین قدر زاره و بیچارگی میکنه که نجات بیاوم، انا همون خیل دعا کنه حضرت خداوند جل جلاله را. خیفه گفته ترس با ترس دعا کردن. بعضی ما و شما شاید دعا کنیم نمیدونیم چی دعا کرده ایم، ابتدای دعا را نمیدونیم. در نماز شروع می‌کنیم از پشت امام، باورتان شب من شما را نمیدونم در رکعت دیگه، در رکعت یکم بالای فاتحه چی خوانده بود در خاطرم میبره، بعد رکعت دیگه در خاطرم نمیمونه دیگه که در یکم رکعت بالای سوره فاتحه چی خوانده بود. برای حضور دین نیست، دست دعا حقیقت دعا نیست. یا طایفه صحابگان کبار رضی الله عنهم اجمعین همین کارشون در شب دعا بود، تهجد نمیکردن، تلاوت قرآن نمیکردن، طهارت میگرفتن، بعضی بی طهارت رو به قبله با دعا مشغول میشیدن. با بعضی روایات 5 طریق شب زنده داری و طریقت محمدی را زنده داشتن از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابگان آمده است. یا طایفه تهجد نماز میکردن، یا طایفه تلاوت قرآن میکردن، یا طایفه ذکر تسبیح تحلیل میکردن، یا طایفه بالای جای نماز رو به قبله در یاد خدا با دعا مشغول میشدن. انا این دعا 100 آیت قرآن به دعا آمده، 44 ربنا آمده، اکثریت آنان از زبان پاک انبیا و مرسلین قصه شده است، یعنی از زبان پیغمبران حکایت شده است که این پیغمبر این خیل دعا کرد، این پیغمبر این خیل دعا کرد، این پیغمبر این خیل دعا کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام رب هب لی من الصالحین در باب فرزند
خدایا بر من فرزند صالح عنایت کن. بعضی مفسرها گفتن مراد از صالح پیغمبران است. حضرت اسماعیل و اسحاق خداوند بر او عطا کرد. بعضی مفسران گفتن که صالح گفته مؤمنه، هر یک بنده مؤمنه صالح گفته می شود به لفظ قرآن. از صلاحیت ایمانیش، از صلاحیت لا اله الا الله محمد رسول الله، از صلاحیت بهشت جاودان بودن و خلاصی و نجات از آتش دوزخ و از عذاب آخرت بودن. رب هب لی من الصالحین. یا که حضرت زکریا دعا کردند پروردگارا فرزند عنایت کن، پسر برای من عنایت کن، یریثنی و یریث من آل یعقوب، یریثنی و یریث من آل یعقوب. طریقه دعا در باب فرزندا. بعضی ما و شما شاید 40 و 50 و 60 رفتیم حال دعا را در حق فرزندا نیافتیم. برای چی؟ برای پیروی دین و شریعت، پیروی علم شریعت، پیروی علما و دانشمندا، محبت اخلاص در دلهامان، در جسد و روحامان، در بود و نابودمان، در زیست زندگانیمان، در قدرت توانمان، در مال و متاع دنیامان کم است. طریق دعایی که پیغمبران کردن و خداوند اجابت کرد. علمای اهل تفسیر میگویند هر دعای به قرآن آمده از 40 ربانه و 100 آیت دعا، به همین دعاها به کدامش دعا کنه دعا مردود نیست، دعا مستجاب است، به درگاه خدا به اجابت میرسد. برای همین هر یکی ما و شما پیغمبران را ببینید علیهم السلام چه دعا کردن، چه خواهشمندی کردن در باب هر یک چیز، در هر یک جانب جنبه زیست زندگانیشان. یعنی این دعا بهترین دعا که عبادت باشد، دعا که مغز عبادت باشد، دعا که یاد خدا جل جلاله باشد. این بایست و به طریق خدا گفته خدا را دعا کنید به تضرع، به زاری و بیچارگی و چی ترسیده به ترس. این دعای به ترس لرز ندانه که خدا پناه بده. ترس لرز شاید کسی دیده است، خواه از جن، خواه از شیاطین، خواه از دیگر از هر چیزه همون آدم میدون. هم خیلی بتر در آیت دیگر گفته است حضرت خداوند که دعا کنه خداوند را به تضرع و چی پوشیده. پس خیفه شما بابو پس گپ زنانه باشه. انا خیفه به ترس، خفیش پنهان، پوشیده از حضرت خداوند پنهان. انا این در پنهانی هم دعا، یعنی دعا با پس و پنهانی به اجابت نزدیکتر، از ریا و سمعت دورتر. برای همین هر یکی ما و شما را، کدام ما و شما در دعامون گریه کرده باشیم، کدام ما و شما در حالت دعامون دیگرگون شده باشیم، کدام ما و شما در حالت دعا دلمون در اضطراب و لرزه و جنبش آمده باشه، روحمون در اضطراب و لرزه و جنبش آمده باشه. برای این خداوند جل جلاله خالق یکه و یگانه پروردگار عالمی که حضرت خداوند با آیات قرآن 100 آیات دعا کرده باشد. خداوندی که الحمدلله مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات و حتی غیر آنان را وعده اجابت کرده است. استعیذ بالله ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. دعا کنید من اجابت میکنم از برای شما، دعا کنید من اجابت میکنم از برای شما، دعای شما را قبول میکنم. نیکی در واقعا در نفس الامر همون دعا به حقیقت پیوستنش این میگه در علم خداست. حضرت موسی علیه السلام یا دعا کردن، حضرت خداوند اجابتشان کردن، 40 سال پس به یک روایت به اجابت رسیدن در درگاه خداوند. دعا قبول شد. نیکی 40 سال پس در نفس الامر در واقعیت حضرت خداوند، حضرت موسی از دنیا گذشتن، اینا لله و اینا الیه راجعون، و برادرشان حضرت هارون علیه السلام در حال حیاتشان و دعاشان در نفس الامر در وقوع پیوست و از مشقت و محنتی که 40 سال در تیه در بیابان خشک و بی آب و بی نان و طعام و بی سایه و بی هیچی، خداوند از غیب آب و نان و طعامشان داد. از همون 40 ساله مشقت از صبح به یک روایت تا نماز عصر حرکت میکردن. هر روز حرکت میکردن، در نماز عصر آماده شب ایستادن میکردن، در اونجا تیاری شب میدیدن، می ایستادن، سحر میخیستن، از همون جای سحر حرکت کردن در همون جهان. 40 سال در بیابان حضرت خداوند اونها را قرار داد. از همین نجات از همین بچی شد، با دعا شد، با دعای حضرت موسی علیه السلام، با تقاضای علم حکمت حضرت خداوندی 40 سال با تأخیر. برای همین به ترس باشد، به گریه باشد، به زاری باشد، حاضر زبانی نصیحت گو شاید باشد، نیکی گوشی نصیحت شنو، خیلی دلا بسیار سنگ گشتیم،
دلا بسیار سخت گشتیان، بسیار سخت گشتیان، بسیار بسیار. نباشد در باب ناز و نعمت حضرت خداوند، در باب زیست زندگانی و معیشت دنیا یگان تنگی نیست، یگان کمبودی نیست. الحمدلله یگان عصر زمان به این درجه ناز و نعمت، به این درجه فرامانی، به این درجه ارزانی، به این درجه آرامی و خاطر جمعی الحمدلله در نسل آدمیزاد و فرزند آدمیزاد نبوده و شاید که نباشه.